نخو خدا روی رش 14 کورچه در بلوی زنند همگی 26 کورچه. این ساکن ناحیه فیض‌آباد یک سال باز تلاش دارد تا پرونده مرگ دخترش درست تحقیق شود. آخر ماه یونی سال گذشته جسد مناره دختری 25 ساله او را با 26 ضرب کار در منزل اجاره اش پیدا کردند. مقامات گفتند او خودش به بدنش 26 کار زده خودکشی کرده است. پدر به خودکشی دخترش با چنین شیوه باور ندارد. برای که یکم که دختری ما از اوکول میترسید، خودش میسیسره بود. اگر یا اوکول میکرد میترسید. چون خودش 14 کورچه در گردنش میزنه. 2 کورچه در طرف چپ، 2 کورچه در طرف راست، 2 کورچه دیگه در شکم، 5 کورچه در این دست و 1 کورچه در این دست. چی میزنه 26 کورچه؟ من دختر ما در 26 سال میدونستم ناز کی او به این کار قدر نیست. پرونده مرگ مناره را دادستانی کل تفتیش دارد. مفتشان به زنگ‌های ما پاسخ ندادند تا پرونده را شرح دهند. مقامات پیشتر گفته بودند که تشخیص‌های به تکرار خودکشی این دختر در حالت سخت هیجان روحی را ثابت کرده است و ادعای قتل او اساس ندارد. موضوع 109 قسم 1 خودکشی دیگر ژنتیک شدند و تا حال همین قسم وقتی سر یگان کس با این کار گمانبر نمیکنند. بعد مفتش ناحیه فیض‌آباد گفت که او جین داشت و یک گواه جین داشت. من گفتم چه جین داشت؟ تو در کجا خوندگی؟ گفتم چون مکتب عالی خوندگی یا که یگان پیش یگان ملاز دست گرفتگی. حالا که تو معلومات عالی داری تو با چی به این کارو باور میکنی؟ از مناره 3 فرزند خردسال مانده است که آنها را دادگاه با یک قرار بحث برانگیز به خانواده شوهرش سپرده است. زمان حادثه شوهرش در روسیه بود. خانواده شوهر از صحبت در این باره خودداری میکنند.